الان باید چشما و دهن عروسکمون رو انجام بدیم. وقتی چشما و دهن عروسک رو بخوایم جاشو بذاریم، میایم با خودکار حرارتی جای چشم رو مشخص میکنیم. این بینی عروسک ما هست، نزدیک 1 الی 1 سانتی نیم بالاتر میایم جای چشاشو قرار میدیم. اینجوری. و وقتی که علامت زدیم جای چشاشو، میایم یک سوزن تمنه برمیداریم. سوزن‌های تمنه به این بزرگی، مثلا این رو حدود 10 سانته برمیداریم. و اگه که نخ مثل نخ من نخ مومزده دارید که نخ مومزده برمیدارید. اگه نه، برای اینکه این کارتون محکم باشه، نخ قرقره رو شما 8 لا قرار میدید و شروع به دوخت میکنید. بچه‌ها این سوزن رو از بالای سر عروسک وارد میکنیم و این چشم عروسک که علامتش زدیم میاریمش بیرون. و حواستون باشه که حالا این کار با دقت انجام بدین و اینکه از همون نقطه که علامت زدید، ببینید دقیق از همون نقطه من میام بیرون. بچه اگه دیدید که دستتون اذیته و به راحتی نمیتونید سوزن رو در بیارید دست و پارچه، میتونید از اموردست هم استفاده کنید. یه خورده نخو من اینجا جا میذارم برای گره آخرش و یک کوچولو، ببین یه اندازه یک خیلی کم فاصله قرار میدم بین دوختی که اومدم بیرون و دوباره از بالای سر عروسک من سوزنم رو در میارم و دوباره همین کار رو برای محکم کاری تکرار میکنم. یعنی از بالای سر عروسک سوزن رو وارد میکنم، از اون نقطه‌ای که قبلا دوخت زده بودم سوزنم رو میارم بیرون و همین کار رو دوباره تکرار میکنم. حالا حواستون باشه که بچه‌ها از همون نقطه بیرون بیاید و دوخت عروسکتون رو خراب نکنید. دوباره یکم اون طرفتر، یعنی همون جایی که قبل وارد کرده بودیم، سوزنم رو داخل میکنم و از بالای سر عروسک میارم بیرون. بچه‌ها یکم که ببینیم بکشیم، خیلی هم زیاد نکشید، یه خورده که سوزنتون رو بکشید یه فرو رفتگی برای چشم عروسک شما ایجاد میشه و بالای سر عروسکتون رو یه گره میزنید و حتما گرهتون رو محکم بزنید که گرهتون باز نشه. خب این تا اینجا. حالا من میام این نخ اضافیه رو کوتاش میکنم. دوباره همین کار رو برای این یکی چشم عروسکمونم انجام میدم. خب بچه من اون یکی چشمم مثل حالتی که بهتون یاد دادم انجام دادم. حالا میخوایم که دهنشو جاشو قرار بدیم. بین بینی و چونه عروسک ما میایم دهنشو قرار میدیم. یه خط خیلی کوچیک با خودکار حرارتی رسم میکنیم. حالا میایم با همون سوزن تمنه یک نخ قرمز یا صورتی، حالا هر جور که میخواین لب عروسکتون همون رنگ باشه، 4 لا قرار میدیم و سوزنتون رو 4 لا نخ میکنیم. بچه اگه بخواین که دهن عروسکتون ببینین همجوری که یه خط کشیدید صاف باشه، سوزن عروسک رو از پایین گردن عروسک وارد کنید، دوبار رفت و برگشت برید و کوکو اینجا قرار بدید. ولی اگه مثل من میخواین دهن عروسکتون یه حالت تعجب داشته باشه، میتونید از بالای سر عروسکتون سوزن رو وارد کنید. خب من از بالای سر عروسک سوزن رو وارد میکنم. بچه ببینید این خطی من کشیدم، ابتدا و انتهای خط من سوزنم رو قرار میدم و همونجا سوزنم رو میارم بیرون. اگه که یکم دقت کنید این کار انجام میشه. این کار یکم حوصله میخواد که دقیق از همون نقطه سوزنتون بیاد بیرون.
یه خورده سخت شد. الان داره میاد. خب چون میخوام دقیق همون نقطه باشه یه خورده زمان برد. خب بازم یه خورده از نخی که داریم و بالای سر عروسک نگه میداریم و دوباره ببینید از این قسمت سوزنمون رو وارد میکنیم و از بالای سر عروسک میاریمش بیرون. این کار رو به حوصله و صبر انجام بدید که دهن عروسکتون خوب بشه. خب یه دور ما رفتیم و الان نخی هم که داریم مشخصه، اما وقتی که حالت تعجب بخوایم باشیم باید 2 بار وقتی میریم اول که محکم میشه دهن عروسکتون و زود باز نمیشه و یه کار محکم دارید، همین که قشنگ این نخ داخل میره و شما حالت تعجب صورت عروسکتون رو کامل درست میکنید. من از همون نقطه‌ای که قبلا سوزن آورده بودم بیرون، الان سوزن از همون نقطه آوردم بیرون، دوباره همین کار رو تکرار میکنم و سوزن رو از بالای سر عروسک بیرون میارم. ببینید به این شکل. حالا میایم یه گره محکم بالای سر عروسکمون قرار میدیم. خب نخهای اضافی هم میچینیم. خب بچه ها ببینیم دهن عروسکمون که مشخص شد. حالا برای چشمای عروسک 2 تا مروارید لپه مشکی داریم که اینا رو بچه ها میتونیم که با چسب 1 2 3 یا چسب آهن بچسبونید. من که چون زیاد با چسب آهن کار میکنم راضی هم از چسب آهن و همیشه از چسب آهن استفاده میکنم. شما میتونید از چسب 1 2 3 هم استفاده کنید. یه مقدار خیلی کم چسب رو قرار میدم روی مروارید لپه‌ایم. این مروارید هم همینجور کم چسبش زیاد شد، حواسم پرت شد. خب اشکال بذاریم چسب با هم باید بچه ها یکم بذارید که چسبتون خشک بشه. چسب با هم اگه نذارید که خشک بشه اون چسبندگی که باید داشته باشه رو نداره، ولی چسب 1 2 3 همون سریع میتونید که بچسبید و مشکلی نداره. حالا من یک کم چسبم میزنم یه صورت عروسکم، کم اضافه چسب رو بگیرم که صورت عروسکم خراب نکنه. خب بچه حالا که چسبمون خوش شد میایم چشما رو جای خودشون قرار میدیم، محکم فشارش میدیم که کامل بچسبه. به این شکل. خب بچه حالا باید موجه های عروسکمون رو بچسبونیم. برای موجه از هم موجه هایی که خانم ها استفاده میکنیم. ببینید این مدل موجه و هر یه دونه موجه برای 2 تا چشم عروسک ما کافیه. موجه رو که برداشتیم از وسط کامل نصفش میکنیم. خب میذاریم روی چشم عروسکمون ببینیم که آیا اندازش اگه زیاده کمش کنیم.
الان موجه من خیلی زیاده، من میام کم کمترش میکنم. خب ببینیم که حالا چجوریه. الان خوب. خیلی اون یه دونه موجه رو اندازه همین یکی کوچیکش میکنیم که دوتاش به یک اندازه باشه. خب وقتی که دوتا موجه رو به یک اندازه کوچیک کردیم، بچه میتونید از چسب 1 2 3 استفاده کنید یا اینکه مثل من از چسب آهن، فرق نمیکنه. من چون چسب آهن نمیشه زیاد ازش برداری، یه کوچولو میزنم سر این خلال دندون و میزنم بالای چشم عروسک، جایی که میخوام موجم رو بچسبم به این شکل. دوباره یه خورده که چسب برمیدارم و همین کار رو برای اون یکی چشمشم انجام میدم. به این ترتیب. بچه حواستون باشه که موجه‌ای که داریم میچسبونید به موجه ها مثل موجه خود آدم باید خوابش بشه. ببینید یعنی شما نه موجه رو برعکس بچسبونید، از این طرف نباشه به این طرف بچسبونید. حالا بازم میتونیم استفاده کنیم از یه خلال دندون و موجه رو روی چسب قرار بدیم. به این شکل. حالا همین کار رو برای اون یکی چشمشم انجام میدیم. خب بچه ها ببینید دوتا موجهش رو که چسبوندیم به این حالت شد. حالا باید ابروهای عروسکمون رو بکشیم. برای اینکه ابروها رو بکشیم از خودکار حرارتی استفاده کنید که قبل از اینکه از مداد ابرو یا ماژیک استفاده کنید ابروش رو کشیده باشید که ابروها کاملا قرینه و یک دست باشن. یا از بالای موجه من ابروش رو رسم میکنم. به این حالت. اگه که احساس کردید که ابروتون بد کشیده شده یا قرینه نیستش، میتونین که با سشوار رد خودکار رو پاک کنید و دوباره از اول شروع به کشیدن ابرو بکنید. خب بچه من از مداد قهوه‌ای استفاده کردم و شروع میکنم رو خط خودکار حرارتی ابرو رو رسم کردم. از این طرف بگیرم که شما قشنگ ببینید. به این حالت این شد ابروهای عروسک. بچه‌ها ما یه کار دیگه باید بکنیم، این که بیایم رژگونه عروسکمون هم بزنیم. برای این کار از همون رژگونه هایی که خانم‌ها دارن از این رژگونه استفاده میکنیم و از براش بزرگ و این قلموی کوچیک برای کشیدن دهنش. بچه‌ها من براشو میزنم که رنگ گرفت، یه کم میزنم رو دستم که رنگشو بگیره و عروسک هم صورتش زیاد لپاش سرخ نشه. به این شکل یکم که روی دستتون قرار بدید. بچه‌ها وقتی میخوایم براش بکشید ببینید من فقط دارم ضربه میزنم و براشم رو اینطوری نمیکشم روی گونه های عروسکم. این
گونه این طرف هم به همین شکل با ضربه رژگونه‌ش رو میزنم. بچه برای دهنش ببینید ما دهن حالت تعجب قرار دادیم، ولی با این حال اگه خواستیم میتونید با این قلموی کوچیک یکم دهنش رو رنگ بذارید و این میشه عروسک قشنگ ما که الان آماده است.